هنر شفاف اندیشیدن، اثری از رالف دوبلی. اغلب فکر میکنیم که شنا کردن باعث میشود بدنی زیبا داشته باشیم، اما واقعیت چیز دیگری است. شناگران حرفه‌ای به خاطر بدنشان که مناسب شنا است انتخاب میشوند. فصل دوم کتاب به ما میگوید که شاید شرایطی خاص باعث نتیجه گرفتن می شود. آیا دانشگاه هاروارد شما را باهوش‌تر نشان می دهد؟ توهم بدن شناگر. نسیم طالب به عنوان یک مقاله نویس و تاجر تصمیم گرفت فکری به حال چند کیلو اضافه وزنی که با خود به این طرف و آن طرف میبرد بکند. او به ورزش‌های مختلفی فکر کرد. دونده‌ها لاغر و غمگین بودند و بدنسازان پهن و ابله به نظر می‌رسیدند. و بازیکنان تنیس چطور؟ بالاخره طبقه نیمه مرفه جامعه توجه او را جلب کرد. شناگران با آن بدن‌های خوش ترکیب و خطوط عضلانی برای او جذاب بودند. بنابراین او تصمیم گرفت تا در استخری در محله خود ثبت نام کند و 2 بار در هفته آنجا ورزش کند. کمی بعد متوجه شد که تسلیم یک توهم شده است. شناگران حرفه‌ای بدنهای زیبایی ندارند، زیرا به شدت تمرین می‌کنند. کمی بعد متوجه شد که تسلیم یک توهم شده است. شناگران حرفه‌ای بدنهای زیبایی ندارند، زیرا به شدت تمرین می‌کنند. در عوض آنها به خاطر اندام خوبشان شناگران خوبی می‌شوند. شکل کلی بدنشان یکی از عوامل انتخابشان است، نه نتیجه فعالیت ورزشیشان. مدل‌های خانم در تبلیغات لوازم آرایشی نیز چنین وضعیتی دارند و بسیاری از مصرف کننده‌ها تصور می‌کنند که لوازم آرایش آنها را زیبا می‌کند. اما این لوازم آرایشی نیست که آنها را شبیه مدل‌ها کرده است. خیلی ساده است. مدل‌ها جذاب متولد می‌شوند و تنها به این دلیل است که از آنها برای تبلیغ لوازم آرایشی استفاده می‌شود. در اینجا هم مانند بدن شناگران، زیبایی یکی از عوامل انتخاب است، نه نتیجه آن. هر موقع عوامل مؤثر در انتخاب با نتایج اشتباه گرفته می‌شوند، ما طعمه چیزی می‌شویم که طالب آن را توهم بدن شناگر می‌نامد. بدون این توهم نیمی از کمپین‌های تبلیغاتی بی‌نتیجه خواهند بود. اما این خطاها به استخوان گونه مخروطی شکل و سینه عضلانی محدود نمی‌شوند. برای مثال، هاروارد یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان شناخته می‌شود. بسیاری از افراد فوق‌العاده موفق در آنجا تحصیل کردند. آیا این بدان معناست که هاروارد دانشگاه خوبی است؟ ما نمی‌دانیم. شاید آنجا دانشگاه افتضاحی باشد که صرفاً دانشجویان نخبه را جذب می‌کند. من در دانشگاه سنت گالن سوئیس با این پدیده مواجه شدم. گفته می‌شود این دانشگاه یکی از 10 دانشگاه برتر در رشته کسب و کار در اروپا است. اما دروسی که من در آنجا خواندم، البته 25 سال پیش، بسیار متوسط بودند. با این حال بسیاری از فارغ التحصیلان آنجا افراد موفقی هستند. دلیل نهفته در این قضیه مشخص نیست. شاید علت آن آب و هوای آن دره باریک یا غذای کافتریا باشد، اما به احتمال زیاد دلیلش گزینش سختگیرانه دانشگاه است. در همه جای دنیا دانشکده‌های MBA دانشجویان را با آمار مربوطه به درآمد آینده فریب می‌دهند. این محاسبه ساده قرار است نشان دهد نرخ بالای شهریه دانشگاه در طول مدت زمان کوتاهی باز خواهد گشت. بسیاری از دانشجویان آینده نگر فریب این شیوه را می‌خورند. من نمی‌خواهم بگویم که دانشکده‌ها در آمار دست می‌برند، اما نباید گفته‌های آنها را تمام و کمال پذیرفت. چرا؟ زیرا افرادی که دنبال MBA می‌روند با دیگران متفاوتند. اختلاف میزان درآمد بین این دو گروه علل مختلفی دارد که ارتباطی با خود مدرک MBA ندارد. ما یک بار دیگر شاهد توهم بدن شناگر خواهیم بود. عامل انتخاب با نتیجه اشتباه گرفته شده است. بنابراین اگر به فکر ادامه تحصیل هستید،
این کار را به دلایل دیگری به جز افزایش چک حقوقیتان انجام دهید. وقتی از افراد شاد درباره رمز رضایتشان سوال می‌کنم، معمولاً جواب‌هایی نظیر باید به جای نیمه خالی نیمه پر لیوان را ببینی میشنوم. گویا این افراد متوجه نیستند که آنها شاد به دنیا آمدند و حالا تمایل دارند نکات مثبت هر چیزی را ببینند. آنها نمی‌دانند که بر اساس تحقیقات انجام شده مثل پژوهش دن گیلبرت از دانشگاه هاروارد، شادی یک ویژگی شخصیتی است که در طول زندگی ثابت می‌ماند. یا همانطور که دو دانشمند علوم اجتماعی به نام‌های دیوید لیکن و آگ تلگن میگویند، تلاش برای شاد بودن به اندازه تلاش برای بلندتر شدن قد بیهوده است. بنابراین توهم بدن شناگر نوعی خودفریبی است. زمانی که این افراد خوشبین کتاب‌های خودآموز را می‌نویسند، این توهم می‌تواند به فرد خیانت کند. و همین دلیل است که باید از توصیه‌ها و پندهای نویسندگان کتاب‌های خودآموز دوری کرد. برای میلیاردها نفر این توصیه‌ها مفید نخواهد بود، اما از آنجا که انسان‌های شکست خورده هیچ کتاب خودآموزی در مورد شکست‌هایشان نمی‌نویسند، این حقیقت همیشه مخفی می‌ماند. در نتیجه هر وقت خواستید برای رسیدن به هدفی تلاش کنید، شکم 6 تکه، ظاهر آراسته، درآمد بالاتر، عمر طولانی، یک رفتار بخصوص و شادمانی، هوشیار باشید. ممکن است شما هم در دام توهم بدن شناگر بیفتید. قبل از شروع کار در آینه نگاه کرده و درباره آنچه می‌بینید با خودتان صادق باشید. برای مقابله با این خطا، دوبلی پیشنهاد می‌کند که همیشه سوال کنیم: آیا این نتیجه واقعی است یا فقط یک توهم انتخابی؟ او توصیه می‌کند با آینه نگاه کنیم و واقع بین باشیم. مثلا اگر بدنمان برای شنا مناسب نیست، شاید شنا بهترین راه برای تناسب اندام نباشد. در نهایت این فصل خوانندگان را تشویق می‌کند تا فراتر از ظاهر بروند و جهت واقعی علت و معلول را بررسی کنند که این پایه‌ای برای درک بهتر خطاهای بعدی در کتاب است. برای دیدن فصل‌های دیگر این کتاب و کتاب‌های دیگر، کانال سکوت کلمات را سابسکرایب کنید و در آخر کتاب بعدی رو شما بگید. ممنونم که تا آخر این ویدیو ما را همراهی کردید. با لایک و کامنت هاتون به همون انگیزه بدید. خرد نگهدارتان.